باز بیشد فلک و فرهنگ جهانه مشهور نشانه گشت از این ملک و مکانه این زحمتی پیشوا بسد نسلی دیگره تاریخ گواه بود به هر دور و زمان تاریخ گواه بود به هر دور و زمان آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک بوی محبت آید از هر کلامی تاجیک گم کرده های خود را رسمی نیای خود را احیا کنیم باید بر احترامی تاجیک احیا کنیم باید بر احترامی تاجیک کرده های خود را رسمی نیای خود را احیا کنیم باید بر احترامی تاجیک احیا کنیم باید بر احترامی تاجیک چون خش را شناسی حقا کی به قیاسی چون خش را شناسی حقا کی به قیاسی چون خش را شناسی حقا کی به قیاسی ای رستم سیاووش ای زال سامی تاجیک ای رستم سیاووش ای زال سامی تاجیک درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در ولایت سوخت در شهر خوجند قرار داریم و این هنرمندان از انسمبل فلک ولایت سوخت هستند. تصمیم گرفتیم که اینجا یک برنامه خاصی را پیشنهاد شما کنیم با اشتراکشان. درود به شما، خوب هستید؟ کارتان خوب است؟ خیلی ترانه جذاب و زیبا بود و امروز ژانر فلک در تمام گوشه و کنار کشور انسمبل‌های خاص خود را دارد و خاصه در ولایت سوخت انسمبل فلک فعالیت میکند. این انسمبل سال 2008 تأسیس یافت نه؟ البته
شخصا با سپارش محترم پیشوای معظم ملت سال 2008 انسمبل فلکی ولایت سوخت تأسیس یافت و ما هنرمندان ولایت سوخت خیلی شاد گشتیم که از این اقدام پیشگرفته جناب عالی پرزیدنت کشور پیشوای معظم ملت جناب عالی محمد رحمان یک بسیار یک تحفه بود به اهل هنری ولایت سوخت. کارها چگونه است؟ شاگردان را چگونه پیدا کردید؟ البته ژانر فلک در ولایت سوخت بسیار برای آماده کردن سرود، آهنگ، شعر در همون سال 2008 با ما کمتر مشکلی بود. خب از چی مشکلی داشتید؟ از همون طرز آهنگ ساختن و طرز سراییدنش چون در اینجا کمتر است. کمتر است. خواننده های این سبک. من شخصا بعد دوشنبه سفر داشتم و همچنین شاگرد استاد هنرمند ناتکرار استاد علامه خالف هستم و بسیار چیزا آموختیم و اومدیم با اهل هنری فلک ولایت سوخت یک جا شده. همین انسمبل برای دوام دهنده همین جوانا که پیروی پیشوای معظم ملتن تربیت کرده همین نسل نورس رو شب و روز زحمت کشیده استادیم، آهنگا رو ایجاد کرده استادیم که در تمامی چهاربینی‌های دولتی در ولایت سوخت در شهر دوشنبه با سرودهای نو تازه تر و تازه برآمد کرده استادیم. خب واقعا ژانر فلک یک ژانر قدیمی است و در هر منطقه با سبک و رویه خاص خود اجرا کرده می شود. در انسمبل شما کدام رویه ها بیشتر رایج است؟ ما راستی گپ یک چند نمود که در همین ولایت سوخت هستند مردم زرافشان یک طرز سراییدن خود دارند، البته می سرایند و ما هم ضربای فلکی دشتی، فلکی راغی اجرا میکنیم و طرزی که مردم خطلان اجرا میکنن البته و شاگردان داریم که در ژانر فلکی طرز سراییدن مردم بدخشان هم داریم. البته بسیار جوانان را پیدا کرده استادیم برای آینده. استعدادها را چگونه پیدا میکنید؟ استعدادها را ببینید که من حاضر بسیار شاگرد عزیز و مهربان جان هستند که در پهلوی ما نشستند. من بخریبی یک بسیار جای نمایان در تاجیکستان وطن عزیزم در آزمون تاجیکستان وطن عزیزم اشتراک داشتم و جای نمایان را اشغال کردن، باعث افتخار است. و ما هنرمندان در همون چهاربینی که میگذرد البته نسل نورس که برآمد میکنه از همونجا از همون جهش همون نورس برخوردار میشیم که بسیار هنری خوب دارد و آینده هنرمند خوب هم به پایان میرسد. البته ما با مسئله گروه کاری با کار با معاش خوب با سر و لباس تامین کرده همین جوانان را تربیت میکنیم. بله. اینجا که فلک زرافشانی بیشتر معمول است، از این فلک نیست چیزی اجرا میکنید؟ در رپرتوار شما هست؟ البته هست. چون مثلا خاصه در منطقه زرافشان در مسجد در این منطقه یک ژانر است ربایی خوانی و فلکی زرافشانی. خب اینها شما جمع آوری میکنید؟ البته و تصمیم گرفتیم که هم فلک زرافشانی هم خطلانی هم بدخشانی و هم آمیزش کردن فلک رو یعنی در موسیقی هست سینتز میگم. راستی که چیزهای کلاسیکی هم که از همون غزلان مولانا رومی میگیریم و یک کمتر سرش با شش مقام میسراییم دوامش رو آموزش میدیم به فلک. یک دو بار در چند محفل برنامه کنسرتی چهاربینی گفتیم که یک همین آموزش کنیم که چه خیلی میبرامده باشد به همه مردم پسند دارید این سرود؟ البته میشه اجرا کنیم. البته اول فلک زرافشان اجرا کنیم خیلی خوب. عالی میشه. مرحبا. من دونم اگر که تو محبت داری کاشا بکشم یا رسمه جای داری کاشانی تو از قلم در آزو باریک دل بری من ایدی یک دل آزاری کاشانی تو از قلم در آزو باریک دل بری من ایدی یک دل آزاری رومانی
سر جورا گلی جگدونی دور بنده کبینی در تپهی پیشونی این جمعی بادم چتراز بی دستا من خاکی رهه کی تو قدم میمونی من خاکی رهه کی تو قدم میمونی آها چی جونو میکنی آستی نگردو میکنی ما را جیگر خون میکنی یاره آها چی جولو میکنی آستی نگردو میکنی ما را جیگر خون میکنی یاره یاره جانه. تشکر زیاد. این یک مکتبی خاص است فلک البته ظرفشانی. البته اینجا بچه ها هستن که این فلک را اجرا میکنن بغیر از خود شما؟ البته هستن. انسامبل شما اصلا انسامبل شما چگونه است فعالیتش؟ البته چند نفر در هیئت آن است؟ 47 نفر کار و فعالیت میکنن. البته گروه رقصی با راهبری یکی از بالتمیستران بسیار زبردست سیاده خان ترسون و که دارنده مدال خدمت شایسته هستند گل دخترانی انسامبل فلک را تربیت میکنند در این ژانر و جوانان هستند یک 10 نفر و استادا هستند یک چند نفر در این انسامبل فلک کار و فعالیت میکنند و چیزی که میبینید موسیقی نوازا البته اینجا هستند در این گروه با همه شرایط با سر و لباس با تقویم آواز میگوید با ثبت های سرودی که ما در ما ژانر فلک برای چهارمینی آماده میکنیم. البته از زحمت های زیاد میکشند بچه‌هایی که در این کار فعالیت میکنن. این باعث افتخار است و هر یک همین جوانمردی که همین تصمیم گرفته است که همین انسامبل فلک را به ما باوری کرده پیشوای معظم ملت به ما تحفه کردن ما باید صادقانه برای وطن و ملت ما خدمت کنیم و یک شعر است که میگیم شکر صلح و شکر وحدت شکر دوران میکنیم خدمت خلق و وطن را از دل و جان میکنیم. شما آموزش میگذرانید وابسته به فلک ظرفشانی چون شما در اینجا نزدیکتر هستید و در میانی مردم این فلک بسیار رایج است. مردم اگر ما مثلا به منطقه ظرفشان رویم میبینیم چقدر مردم خودشون اجرا میکنن بدون یگان مکتب موسیقی. البته با جوانایی هستن که من وقتی که مهمان بودم در مسجد کوه در مسجد کوهی یعنی روز دیگه در می یک 10 مرده که به همین چوپانی مشغول است یکی میام یک صدای بسیار مرغوله‌دار از همون کوههای بلند فرو آمد. بعد سوال دادم که بسیار وقت اجرا میکنن بعد گفتن که البته و یا گفتن همین خستگیشون رو در همون کوه بر همین روبایات ظرفشان که همین فلکی مردم مشا خاص می‌سازن مردم ظرفشان از همون کوه صداها گفتن فلک چخیری که مردم کلوب در همون کوپروز و تپا دست مونده فلک می‌سازن این مردم مشا هم در این مشای کوهی همین فلک هم می‌سازن صدا می‌دهد اونجا عکس صدا می‌دهد بسیار تنتنه داره. البته تنتنه دارد. البته شاهد این حادثه بودم. بعد اونا روبایتشون خیلی زیاد است. البته مثلا اگر به یک خواندن در آیند 10-12 روبایی را پای هم اجرا میکنن. خیلی و شاید یک خیلی که در همین سرشبیه همین روبایت ظرفشان خواندم به من همون جایی که اجرا کرده بودن گفتن که ما این خیلی اجرا میکنیم. گفتم چه خیلی وقتی که من سوال دادم به اون پیرانی کار گفتن مثلا جوانمرد در این طرف کوه باشد دختر بچه در این طرف کوه یکی بعد هم میسرایدن بچه میگفت است که من دونم اگر که تو محبت داری این طرف که صدای جوان دختر میبروند است کاشا بکشم یاروس می جای داری همه که سوال جوابو همه شده است بدیه همه شده است بسیار یک بدیه عاشقانه میشه اونجا بسیار یک برای اینکه تاجیکستان ما آباد از البته طبیعتی زیبا داریم البته در همه هر یک گوشه کنار جمهوری تاجیکستان هر یک فردی که برای ملتش خدمت میکنه و آبادی وطن که در همه طبیعت زیبا میبینیم البته هر یک نفر میخواد که سرود کنه. بله. گفتید ژانر مقام رو با فلک آمیزش دادم چگونه؟ البته اجرا میکنیم.
سیاه خالص که بر رخسار جانانی من است خنجری مشگانی پیوسته بر جانی من است خنجری مشگانی پیوسته بر جانی من است نازیها بهوده میگویی که دل بردار از او ای من به فرمانی دلم ای من به فرمانی دلم ای کی دل به فرمانی من است من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است گفتم این نازو بدن برگردنت ماری سیاه گفت که ما رسان کاکل پریشانی من است احمدی جامی ز عشقت سوختن مانند شمع ای گفت که شمع از آن این ماه تابانی من است گفت که شمع از آن این ماهی تابانی من است گفتم ای نازک بدن عاشق مکش کم ناز کن گفت عاشق میکشد چند روز دورانی من است گفت عاشق میکشد چند روز دورانی من است آن سیاه خاله که بر رخسار جانانی من است. ما این غزل رو در ژانر مقام شنیده عادت کرده بودیم و امروز خیلی یک اجرای زیبایی شد. عالی. سلامت باشید. تشکر، زیاد خسته نباشید. امیگونه مثلا قالب شکنی در ژانر فلک بسیار میکنید؟ البته برای فلک آزاد سراییده میشود البته در باید هر یک همین چیزی که غزلی که به ما مقبول میباید از شاعران میگیریم روز که با استادا میگیریم و با اهل هنر با وقتی که تمرین همین آهنگ رو میکنیم همون خود شعر غزل معلوم است که با کدام یک 10 خیل اجرا میکنیم و خودش معلوم میشود که همون آهنگ با همون شعر مناسب است البته با اجرا میکنیم. بله. خب شاگردان را چگونه تربیت میکنید؟ بچهای جوان میبینیم که امروز اطراف شما بیشتر هستند. البته خب در این منطقه میخواهند که این ژانر رو از خود کنند. البته من بسیار شاد هستم که اینا ببینید ما 15 ساله شدیم. اسمبلی فلک ولایت سوخت 15 ساله که در ولایت سوخت کار و فعالیت میکند
و همین سال برنامه کنسرتی که در همین ژانر فلک ما سنه 10 اکتبر یعنی روز فلک است در تئاتر خواجه کمال دوری بود که شاهد هستند همین مغنیانی که در بر ما هستند. ما برنامه کنسرتی مونده بودیم 15 نفر مخلص بود و رو افتاده نشدیم. گفتیم که خیلی انسمبل نو تاسیس است، البته حرکت میکنیم، ایجادیات دوام میتیم، تالار پول از مخلص میشود. همینطور شاهد بودیم که این از سنه 10 اکتبر چند ساله که برنامه کنسرتی میکنیم باور که تا 3000 مخلص در برنامه کنسرت اجرا میکنن، میشینن، گوش میکنن، استودو میبینن، از تمام منطقه اومده گوش میکنن و لذت میبرن. و امسال تصمیم گرفتیم که همین سرشوی برنامه رو با همین جوان مردایی که جوان هستن، حالی آینده هاشون در پیش است، همین سرودا رو، آهنگای نو تازه ایجاد رو به همین شاگردا سپاریم که اجرا کنن، مردم برخوردار شوند. که من خرسند هستم که در طول 15 سال بسیار جوانای ولایت سوخت به فلک میل پیدا کردن. راستی گفت اول که نو تاسیس بدیم اینقدر اهمیت خاصه نبود. حاضر باور کنید بسیار جوانان میبینن، از همین طلبه‌خانه مکتب هم میبینن نزد ما که استاد ما را دستگیری کنید، ما را بکنید. همین مهربان جان همین خیلی که اومدن با بابایشون و عرض کردن که این فرزند ما را قبول کنید. البته طرز سرایدن آوازشون برامون آوازه مرغله‌دار همین اپرا هم نزدیکتر است و آموزش کرده به فلک هم تربیت کرده ایستاده. منو ببینید با قریبی که در ژانر فلک برآمد کردن در همین تئاتر خواجه کمال و در برنامه تاجیکستان وطن عزیزم سزاوار عنوان شدن. بله. چیزی دارن اینجا اجرا میکنن؟ البته. اوی چرخ و فلک و مرا با چرخ آوردیه، اوی کولابی بودم مرا با بلخ آوردیه، اوی کولابی بودم آبی شیرین میخوردمه، اوی سرگشته مرا با آبی تلخ آوردیه. اوی لعنت بر کسی که از وطن کنده شوده، اوی افتاد با غریبی و به کس بنده شوده، اوی چرخی فلک گردد وارد بر وطنه، اوی این مرده 100 سال از این او زنده شوده، چین و چین و چین و چین زلف تو پر چین و چین، چین و چین و چین و چین موی تو خم چین و چین، چین و چین و چین و چین قدی طلا چین و چین. کرتا گل گل می نمود و رخ نمود و غمزه کرد، با کمانی ابرویش ما را خرید و بنده کرد، با کمانی ابرویش دم ما را رام نیست، صبح صادق می دمد در دیده من خواب نیست، چین و چین و چین و چین موی تو غم چین و چین، چین و چین و چین و چین زلف تو پر چین و چین، چین و چین و چین و چین قدی طلا چین، چین. خب تشکر زیاد که امروز اینجا آمدید با ما یک صحبت زیبا هم آراسته ترانه های دلنشین ژانر فلک را اجرا کردید و با گروه شما نیز من سپاس میگم. بازم در آخر چیز اجرا میکنیم؟ البته ما هم از نام انسمبل اتنوگرافی فلک ولایت سوخت شما را خوش آمدید نور دیده میگیم به ولایت سوخت و ما بسیار شاد هستیم که همین شما
وقتی قیمتی خود دریغ نداشته با ما هم صحبت میشید و برای مخلصان خدر مهنت و زحمت میکشید که تا که بینندگان برخوردار باشند از این انسمبل فلک ولایت سوق. و یک سرود گلصنم داریم گلصنم و با علی مغنیان برای شما. دوستان عزیز یادآور میشیم که ما این برنامه رو از شهر خوجند ولایت سوق پیشنهاد شما میکنیم و امروز در این برنامه ما رو هنرمندان انسمبل فلک ولایت سوق همراهی کردن. به شما روزگاری خوش تمنا داریم. این ترانه رو بشنوید و لذت برید. گشتم من اندلب گلسنم عاشقی استی بزیبت گلسنم در دلی خود یافتم یک سوزینم از چشمی دل فریبت گلسنم در دلی خود یافتم یک سوزینم از چشمی دل فریبت گلسنم گلسنم یاری منی وقتی بیداری منی گلسنم یاری منی وقتی بیداری منی گاگه خورم کنی هم بازم خوری منی گاگه خورم کنی هم بازم خوری منی گلسنم بر کوکلی خود گل کنم در بنا گوشش گلی سنبر کنم دل میانی سینم چون در قفس نغمه پردازی صد بلبل کنم گلسنم یاری منی وقتی بیداری منی گلسنم یاری منی وقتی بیداری منی گاگه خورم کنی هم باز غم خاری منی